معلومات درباره حضرت نوح علیه السلام اولین پیامبر از میان پیامبران اولوالعزم می باشند. پیامبر مهربان با وجود آنکه قومش دعوت او را نمیپذیرفتند، باز هم دعوت را ادامه میداد. پس گفت: ای قوم من، خدا را عبادت کنید، شما بجز وی هیچ معبود نیست. من بر شما از عذاب روزی بزرگ قیامت میترسم. سوره اعراف آیت 59. قومش به او باور نکردند، مقاومت کردند و حتی دیوانه گفتند. پس خداوند به او امر کرد تا کشتی بسازد. نوح علیه السلام کشتی را ساخت و خداوند امر کرد تا مؤمنان را در کشتی سوار نماید و از هر نوع حیوان یک جفتی با خود بگیرد. اما یک پسر او کنعان یعنی یم به کشتی سوار نشد، زیرا او ایمان نآورد و در بین هلاک شدگان بود. سیل و موجهای آب کافران را فرو می برد. تمام کسانی که به خداوند ایمان نآوردند و کافر بودند غرق شدند. کسی از آنها نجات نیافت و گفته شد: ای زمین، آب خود را فرو بر و ای آسمان، از باریدن بازایست. آب کم شد، کار به پایان رسید و کشتی بر کوه جودی قرار گرفت و ندا آمد از جانب پروردگار که هلاک باد بر قوم ستمکاران. سوره هود آیت 44. خداوند نوح علیه السلام را یک بنده سپاسگزار نامید و نام او را از همه معلوم ساخت تا نسل‌هایی که در آخر زمان می آیند بر او سلام فرستند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اهل اسلام، این پست را به دوستانتان روان کردن را فراموش نسازید و فکر خود را در کامنتاریا نویسید.